یک چیز میگویم نغز در خاطر گیرید. در دنیایی که ما زندگی میکنیم کلمه ها بیشتر از تیرها آدم ها را کشتند. میدانید که چرا دوران کودکی شیرین است؟ چون در کودکی هیچ گذشته وجود ندارد. هر آن چیزی که هست در آینده هست. این باری سنگین گذشته است که ما آدمان را خسته میکند. هر کس که غریب است خریدار ندارد. سرگشته و تنهاست دیگر یار ندارد. دانی که چرا نیستیم و نام و نشانه، چون هیچ کس به زمین خورده دیگر کار ندارد. شب بود، شم بود، من بودم و غم. شب رفت، شم سوخت، من ماندم و غم.